امروز میخوام بهت 3 تا ربات پر کاربرد یاد بدم که اگه ازشون یه بار استفاده کنی دیگه ولکنشون نیستی. سلام، اینجا کامپیوتره و شما خوش اومدین به چنل یوتیوب من. اولین ربات بک‌گراند ریموور باته که این کار یه دونه برنامه رو براتون میکنه که پس زمینه یا بک‌گراند رو حذف میکنه، همونطوری که از روی اسمش معلومه. من برای امتحان یه عکس پیدا کردم از تلگرام که برام به خوبی این کار رو انجام داد. دومیش متن یا تبدیل عکس به متن فارسی هستش که شما اگه به انگلیسی یا فارسی سرچش کنین تو تلگرام، چون که خیلی معروفه، براتون میاره. من برای اینم یه امتحان کردم و به خوبی برامون انجام دادش. و سومیش ادیت فایل یا ویرایش فایله که حالا برای من فارسی نوشته. این از نظر من بهترین بات میتونه باشه تو تلگرام. اگه از این بهترم هست که خب من حرفمو پس میگیرم، چون که شما اگه اینجا رو منوش بزنین با دریایی از امکانات و آپشن روبرو میشین که واقعا برگاتون میریزه. از کات موزیک بگیر تا تبدیل فایل، از اسم فایل بگیر تا دمو موزیک براتون انجام میده.